کابویه وارد شهر شد، اسبشو بس و رفت تو کافه نوشیدنی خورد. وقتی اومد بره دید اسبش دزدیدن. برگشت تو کافه 7 تیر رو کشید، بدون اینکه نگاه کنه 2 تا تیر هوایی زد. سقف و لامپ و همه چی قاطی پاتی شد. داد زد کی اسب منو دزدیده؟ کسی جواب نداد. گفت من یه نوشیدنی دیگه میخورم، اگه اسبم تا اون موقع بر نگشته باشه همون کاری رو میکنم که تو تگزاس کردم. خوش ندارم مجبورم کنین دوباره همون کارو بکنم. همه خودشون رو جمع جور کردن. نوشیدنی که تموم شد رفت بیرون، دید اسب سر جاشه. سوار شد بره کافه‌چیه یواشکی ازش پرسید تو تگزاس چه کار کردی؟ من خبر ندارم. کابویه گفت هیچی، مجبور شدم پیاده برم تا شهر بعدی. آفرین، داری کم کم پیشرفت میکنی. این دفعه نیتت پاک بود، ولی دیگه تقصیر تو نیست که گلگیر رو بدجور زدی به دیوار. جاده تنگ شده، همه گلگیران تو نظام دارن میزنن به در دیوار، قر و دبه شدن. چطور تو میخواستی بگی که هارت و پورت خالی ممکنه مشکل رو حل بکنه و این اسدالله اسدی دیپلمات مشنگ دستگیر شده با بمب و یواشکی پس بدم به خودمون؟ ولی خب داستانت به حال و روز حیوانکی و عضوان نمیخوره. تو داستان تو اسب و پس دادن، اینجا خر و گوششو گرفتن فرستادن بیلژیک واسه محاکمه. آیا دکتر نظام که کم نذاشت برای آزادی این. چقدر پول خرج کردیم، چقدر این ظریف دوید ایورو تا سیبیل چپ کنه. پس چرا توفم کف دستمون نگرفت؟ اولا اون دوره که هوامونو داشتن تموم شد رفت پیکارش. دوما مگه کسی گذاشت ما کارمون رو بکنیم کارمون پیش بره؟ عروض اول قضیه داستانو کردن تو بوق و تظاهرات و درخواست استرداد و این چیزا، همونایی که خودت میشناسیشون. آیا دکتر شما که همیشه این خط سرخو به من تذکر میدادی، الان خودتون دارین اسم بیارین از براندازا. ولمون کن تو هم بابا، درسهای خود ما رو به خودمون یاد میده. اون دوره قبلی بود، تموم شد. به طرف گفتم پاشو برو مدرسه، گفت واسه چی؟ من که پارسال رفتم. الان اگه ما نگیم بقیه رو که میگن چه کار کنیم؟ تازه داری حساسیت‌های استراتژیکی کلاس قبلی رو یاد من میاری. مهمونی تموم شده، 1000 پا هنوز داره بند کفش باز میکنه بیاد تو. مرحوم ابوی همیشه میفهمودم بزن بهادر عرض میکردم، بله میفهمودم میمونه یه جوک گفت، همه تو جنگل خندیدن الا خر. فرداش نه خره زده زیر خنده، حالا نخند کی بخند، درشو گرفته و دست و پا میزنه. گفتن چی شده؟ گفت تازه جوک دیروزی رو فهمیدم. روشن شد یا بفرستم به جنگل حرفای اونا رو گوش کنی. آیه دکتر ای والله دستتون درد نکنه بابت آموزش استراتژی جنگلی. قضیه استعداد اسدالله اسدی ظاهرا بیخ داره. به باقی مراکز عملیاتمون هم پلیس حمله کرده. هنوز مرکب حرفای روحانی تو ملاقات با ماکرو خشک نشده. پس اون خنده های بی‌معنیش چی بود که عکسش هم هست؟ روحانی دلشو به چی خوش کرده بود آیه دکتر؟ مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله میفهمودن که قاضیه به متهم گفت تو با یه کامیون پر از بار از روی فرد رد شدی. گفت بله عالی جناب. قاضی گفت پس دیگه چی از خودت دفاع میکنی؟ میگه من بیگناهم. طرف گفت والا نمیدونستم که کامیون پره. روشن شد یا با کامیون پر ارون رد بشم. کدوم کامیون پر آیه دکتر؟ مگه الان کامیونی مونده که بارگیری کنه؟ آی دکتر این دفعه خودت داستان اعتصاب لو دادی، من که حرفی نزدم. بگذاریم آی دکتر، همه بلاهایی که سرمون میاد یه طرف، این حرف زدنه بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه هم یه طرف. این چه بلایی بود به سر مقام عثمان نازل شده؟ تعطیل کنیم بگیم سخنگوی وزارت خارجه کشور استکباری بیان به جاش صحبت کنن، کمتر به ضررمون. آخه چی شده دوباره دلت خون شده از دست این مشنگ؟ سر اعزام سفیر فرانسه که اون ظریف مشنگ گفته بود باید با روحانی صحبت کنیم، اینو تو جلسه مطبوعاتی وزارت خارجه گیر انداختن و پرسیدن. اینم عین تربچه گفت نمیدونم. آخه مشنگ تو سخنگوی وزارت خارجه مثلا اگه نمیدونی غلط کردی کنفرانس مطبوعاتی میذاری، توتی میخریدیم بهتر از این بود. اقلا یه قیافه‌ای داشت آیه دکتر. تقصیر این نیست. مثلا اگه از ظریف بپرسن جواب داره که بده. خود روحانی چی؟ مقام عظما چی؟
خریت این فقط تو اینه که اومده شده سخنگو تو جایی که حرف نداریم بزنیم. هر کاری رو که هر جا نمیشه کرد. مرحوم بابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن مشنگه با لباس پرید تو رودخونه. گفتن چیکار میکنی؟ گفت لباسامو میشورم. گفتم اگه لباسویی نداری تو خونتون؟ گفت چرا داریم، ولی هر وقت میرم توش سرم گیج میره. روشن شد یا برفرستم یه شنایی تو رودخونه بکنی برای خودت. دکتر این فضاحت FATF رو شما چطوری میخواین جمع جور کنین؟ حالا دیگه مهلتمون هم تموم شده، مقامات با چه خاکی میریزه تو سرش. اگه امضا بکنیم باید با دست خودمون قاسم سلیمانی رو تحریم کنیم. اگه امضا نکنیم کسی نمیتونه با همون معامله بکنه. آی دکتر یعنی بانک چین هم دیگه نمیتونه بهمون پول بده؟ بانک چین و صرافی بنگلادش هم دیگه خوابشو ببینی تموم شد رفت. همین چینیایی که ضرب المثل دارن که آنچه را که برای خود نمیپسندی بفروش به ایران، دیگه نمیتونن بفروشن. دیگه خبری از معامله نیست. مرحوم بابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن معلمه به شاگرد مشنگش گفت چند تا از محصولات غرب هند و اسم ببر. گفت نمیدونم. معلمه ما راهنمایی کنه. گفت چرا نمیدونی؟ میدونی مثلا شکر از کجا میگیرین؟ مشنگه گفت هیچی، از همسایه بغلی قرض میکنیم. آی دکتر این از روحانی که رفت سازمان ملل صحبت کرد شد عامل فتنه. یه عده میگن مگه مقام عظما نگفتی یه غلط میکنیم مذاکره کنیم؟ چرا رفتی برای مذاکره موس کردی؟ یه عده میگن خوب کاری کردی. هر دو طرف ناراضی و نقنق میزنن. اونم از وزیر خارجه و سخنگوش، یکی از یکی مشنگتر. حالا شما هم آب پاکی میریزید رو دستمون. خب معلوم میشه یه خبرهای تلخ اون پشت مشت است که اینطوری میزنه بیرون. های دکتر صحت خواب تازه فهمیدی؟ مرحوم بابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن طرف باباش مرده بود بیتابی میکرد، مشنگی را دلداری بده. گفت ناپلئون رو میشناختی؟ این همه جنگ و فتوحات داشت آخرش مرد. انیشتن هم که میشناسی، نابغه‌ای بود که دومی نداره، اونم مرد. حالا بابای تو که 2000 سر تا پشت نمیارزید چیه که اینطوری بیتابی میکنی؟ آقای دکتر شما در جواب قبلی مقام عظما رو در حد یه مشنگ آوردین پایین. الان هم که به عنوان استراتژیست نظام رسما ایشون رو دوزاری خطاب کردین. این تحریف تاریخه. ایشون روزه که میخون 2 تومن میگرفت، الان هم روزه نمیخونه دیگه، شعر میگه، بهش میگه دوزاری. قربونه برم، دعوا که سر 2002 تومن نیست، دعوا سر بدبختی بالاتره. تو چرا چی داره نمیفهمی؟